ببینید شیطان با نفس همکاری میکنن. شیطان بلا تشبیه مثل بچه همسایه است، میاد با بچه داخل خونه آتش بسوزونن. شما اینجا بچه خودتون نمیتونی از خونه بیرون کنی، اما بچه همسایه رو میشه حالا یه چیزی بدی بگیریم یه بخور مثلا برو خونتون، یا مثلا مامانت کارت داره بابات صدا کرده یه چیزی بگی بیرونش کنی. خلاصی بچه خودتوش کار نمیتونی بکنی. خاطر نفسانی مثل بچه داخل خونه میمونه. مخصوصا بزرگان فرمودن، یکی از بزرگان میگه که خاطر شیطانی رو با عدم اعتنا با بعضی چیزا میشه یه کاری کرد. خاطر نفسانی میگه دفع نمیشود مگر، ببین عبارتش تن آدم میلرزه، الا بالانقطاع تام الى حضرت الربوبیه. و انقطاع تام باید به خدا باشه و الا این سادگی خاطر نفسانی نمیره. انقطاع تام باید باشه که پروردگارا خودم به تو سپردم، از ته قلب بگی افوض امری الی الله. این داره دست کم میگیره که قرآن بخونید. یک دفعه از آل فرعون نفوذ کرده بود آقا در دربار فرعون، مؤمن بود، شوخی نیست آقا، در درباری که صاحبش میگه انا ربکم الاعلی، در اونجا نفوذ کرده بود. آقا یه دفعه لو رفت، به قول معروف میگه که رفتم بهش گفتن که ان الملأ یأتمرون بک، چه نشستی؟ لو رفتی این گردن کلفتان نشستن جلسه برات گذاشتن من تو رو بکشن. به خدا خیلی سخت آقا، پوست دادن میکندن. یه دفعه با تمام وجود و تمام جان گفت افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، خودم کارم به خدا میسپارم، خدا بصیر است به بندگان. فوقاه الله سیئات ما مکروا، خدا نگرش داشت، هیچ چش نشد. در حدیث هست که شما اینو یاد بگیرید، گرفتاری داری چرا نمیگی افوض امری الی الله، بسپار به خدا خودتو.